بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام، ادب و احترام خدمت دوستان و عزیزان، اینم تسخیر خلایق با سرمه بسیار قوی و بسیار ساده است. یه سرمه خود درست میکنی 10 روز اول ماه قمری، روز و ساعت صد، بوخور خوشبو میذاری، با طهارت رو به قبله مکان پاک 7 مرتبه این آیه رو با توکیلش بر سرمه میخونی و پود میکنی به سرمه و از اون سرمه داخل چشت میکشی. دیگه هر خلقی رو که ببینی این آیه رو یه مرتبه بگی، اون خلق مطیع منقادت میشه. حالا آیه رو هم نگی اصلا احتیاجی نیست، چون این کارش رو دیگه انجام میده. شروعش من گفتم این بسیار ساده است. حالا اینا طلسمات داره که به نهایت قدرتش میرسونم، چون کسایی طلسم نوشتن باید موکل تو رو اجابت کنه. خب ولی چون اذن روحانی ندارید و اذن تسخیرات و اینا ندارید، اونا رو دیگه خودم انجام میدم. کسایی که خواستن زنگ میزنن، دیگه طلسم رو به نهایت قدرتش میرسونم. از این یکی از به اصطلاح بالاترین و زیباترین کارا برای تسخیر خلایق با زبانبند، این هم زبانبنده، هم طلسم محبت عامه است. حتی جن و تمام موجودات خلایق شامل همه موجودات میشه. در پناه خداوند زیبایا همیشه پیروز، سرافراز، سربلند باشید. بدرود.